امروز میخوایم درباره یکی از مهمترین اسنادی حرف بزنیم که به یک نوعی سیاست جهانی رو دوباره شکل میده. سند امنیت ملی 2025 آمریکا. خیلی ها این سند رو شاید اشتباه فهمیدن، فکر کردن این یعنی خروج آمریکا از جهان یا پایان نقش ائتلاف‌ها، اما حقیقت اینه که کاملا برعکسه. اون چه آمریکا انجام میده نه عقب نشینی نه انزوا، بلکه باز تعریف نقش خودشه در سطحی که شاید آخرین بار در دوره ریگان دیده شده. در 7 بخش مختلف این موضوع رو با هم دیگه بررسی میکنیم. بخش اول، آمریکا میگه از جنگ‌های بی پایان بیرون میایم، نه از جهان. به این مکالمه توجه داشته باشید. برای سالها سیاست خارجی آمریکا بر اساس یک سری آرزو طراحی شده بود، نه بر اساس منافع ملموس. این سند یک جمله اصلی و اساسی داره: قدرت باید از داخل ساخته بشه. تکرار میکنم، قدرت باید از داخل ساخته بشه و سیاست خارجی باید بر اساس منافع واقعی باشه، نه هر دعوایی در هر گوشه جهان. این یعنی آمریکا نقش پلیس محله رو دیگه کنار میذاره، اما نقش رهبر به عنوان یک قدرت جهانی رو محکمتر میکنه، چون هر جا با منافع اصلیش گره بخوره وارد میشه و دیگه وارد باطلاق نمیشه. این مهمه که در واقع آمریکا نقش خودش رو باز تعریف میکنه و بر اساس منافع خودش وارد عمل میشه.